میخوای جوجوتسو ببینی ولی وقتشو نداری که فصل 1 رو ببینی، این ویدیو رو تا آخر ببین که میخوام تو 5 دقیقه کل فصل 1 رو برات خلاصه کنم. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال اوتاکولند. من امید هستم و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. ایتادوری یک دانش آموز دبیرستانی با قدرت بدنی بالا یک شب با دوستاش تصمیم میگیرن که احضار روح انجام بدن. حالا بهترین موقع است لایک رو بکوبی و سابسکرایب بکنی. داستان در دنیای روایت میشه که نفرین ها وجود دارن و از آدمو تغذیه میکنن. ایتادوری انگشت یک نفرین خیلی سطح بالا به نام سوکونا رو میخوره و بدنش به خاطر قدرت بالا میتونه نفرین رو تحمل بکنه و به دو شخصیت ایتادوری و سوکونا تبدیل بشه. در همین اول کاری یه فایت داریم که گوجو ساتورو با سوکونا که بعد از چند صد سال دوباره احیا شده. گوجو یک جوجوتسو سورسره و ایتادوری میتونه بدنش رو با سوکونا عوض کنه هر موقع که میخواد. بعد از این اتفاق مدرسه جوجوتسو ایتادوری رو میگیره و میخواد اعدامش بکنه و گوجو که قوی ترین جوجوتسو سورسره یک پیشنهاد میده. میگه ما که نتونستیم سوکونا رو بکشیم و فقط تونستیم مهر و مومش کنیم، بقیه انگشت‌های سوکونا که در مجموع 20 تا انگشت رو به خورد ایتادوری میدیم تا وقتی سوکونا کنترل بدن ایتادوری رو به دست بگیره. اون موقع من سوکونا رو میکشم و ایتادوری هم از بین میره. ایتادوری که چاره‌ای نداشت درخواست رو قبول میکنه و وارد مدرسه جوجوتسو میشه تا بتونن نیروی نفرینی استفاده کنه یا در اصطلاح جوجوتسو سورسر بشه. گوجو شخصا ایتادوری رو گردن میگیره تا به اون درس بده. یک سری تمرینات به ایتادوری میده و از سرعت پیشرفت ایتادوری سورپرایز میشه. へえ、意外と飲み込みが早い。出かけるよ、ユージ。え？課外授業、呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。 گتو، ماهیتو و چند نفرین سطح بالای دیگه یک سری نقشه دارن که گوجو با یکی از اونا میجنگه و از تکنیک گسترش قلمرو استفاده میکنه. اینجا نابورو رو داریم که به همراه ایتادوری و مگومی دانش آموز سال اولیه مدرسه جوجوتسوه. پاندا یک دانش آموز سال دومیه که عروسک نفرینیه. اینوماکی هم یک دانش آموز سال دومیه با قدرت کلمات و ماکی زنین که قدرت نفرینی نداره و از سلاح ویژه و نفرینی برای جنگ استفاده میکنه و از خاندان زنین هست. ماکی به خاطر نفرتی که از خاندانش داره بدش میاد اونو ماکی زنین صدا کنن. مسابقه بین مدارس جوجوتسو برگزار میشه که میخوان قدرت کار تیمی و انفرادی دانش آموزا رو بالا ببرن. تودو سنس یک جوجوتسو سورسر سطح ویژه است و از ایتادوری میپرسه از چه جور زنی خوشت میاد و جواب ایتادوری باعث میشه که تودو ایتادوری رو به عنوان بهترین دوستش خطاب بکنه. یه اتفاقی میفته. نفرین ها به مسابقه حمله میکنن و نقششون اینه که ایتادوری رو بکشن و انگشتای سوکونا که در مدرسه جوجوتسو قرار داره رو بدزدن. برای اینکه گوجو نتونه وارد بشه یک حصار قوی میکشن روی مدرسه جوجوتسو، ولی گوجو قوی تر از این حرف هست و با تکنیک بی نهایت میره دهن نفرینا رو سرویس میکنه. ولی نفرین ها تونستن 8 تا انگشت سوکونا و 3 تا رحم مصنوعی رو بدزدن. در آخر فصل هم میمی و تودو دو دانش آموز رو معرفی میکنن برای جوجوتسو سورسر سطح ویژه. اگه انیمه رو دیدید بگید کدوم شخصیت مورد علاقتونه. واسه من ماکیه و یه نفر دیگه که تو فصل 2 میاد. مرسی که تا اینجا دیدید. اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. رفقا قطعا فصل 1 جوجو خیلی بیشتر از این حرفا جزئیات داره، ولی من چون میخواستم تو 5 دقیقه خلاصش کنم خیلی از نکته ها رو حذف کردم. برای لذت بردن بیشتر برید فصل 1 رو حتما ببینید.